عزیز سلام به همه شما. ما در نزد خانه جناب در شهر دنغره. یک بار دیگه سلام دوستان عزیز از شهر دنغره وطن جناب. همه شما رو سلام گرم جوشون میفرستم. سلام از شهر دنغره از نزد خانه جناب. زنده باشین دوستان عزیز. اگر شما ندیده بودین خانه جناب رو من با شما نشون دادم که من این خانه جناب است. من در دنغره هستم. خیلی که شما میدونید ما تمام گوشه و کنار تاجیکستان رو میگردیم انشالله به خواست خدا و نوار برداری میکنیم تا که میمون هایی که از گوشه و کنار تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان این جایهای زیبای تاجیکستان رو ببینن تا که آنها با خبر شوند که تاجیکستان آمدن با کجا رفته تماشا کنن. ما همه ناحیه ها دا همه شهرهای تاجیکستان دا میگردیم و جایهای زیبا رو با نوار میگیریم و با دیگر رو نشون میکنیم. مقصد اساسی نوار برداری ما پیشکش نمودن جایهای زیبای تاجیکستان و با دیگر ملت ها، نه تنها یک ملت ما تاجیک در تاجیکستان است بلکه در تمام گوشه و کنار دنیا است. آنها هم میتوانند با دیگران با دوستان رفیقان خود در دیگر دولت ها نشان دهند. خدا نگهبانتان باشد دوستان عزیز. این ما در نزد بیرق تاجیکستان هستیم که در شهر دنغره تا حالا بود نشده است. ما هر ناحیه هر شهرها میریم همین بیرق ها را میبینیم، اما در شهر دنغره ولی تعمیر رفته ایستاده است، تمام نشده است تعمیر. به همین خاطر دوستان عزیز ما تنها جایش را این ستومی که میبینید برای بیرق جمهوری تاجیکستان است. این رو میبینیم و خلاص. انشالله باز در آینده اگر اینجا آباد شود ما اومده اینجا رو نوار برداری میکنیم تا که شما ببینید. عزیز این اطراف را با پورگی ما نوار برداری میکنیم تا که دوستان ما ببینن با خبر شوند از شهر دنغره. با پورگی دانشگاهش هم نوار برداری میکنیم، ورزشگاهش هم نوار برداری میکنیم و چایخونه که در دنغره یکی از در تاجیکستان یکی از چایخونه های بهترین و زیباترین است. با پورگی نوار برداری میکنیم دوستان عزیز. این ما در شهر دنغره است در مجمع ورزشی. دوستان عزیز از نزدیکی نوار برداری داریم. این ورزشگاه رو قصر ورزش گویم خطانا میکنیم در شهر دنغره. دوستان عزیز مجمع ورزشی شهر دنغره را و میخوایم و درنش در اومده یک بار تماشا کنیم تا با شما هم نشون دهیم که دوستان عزیز درونش چگونه است. بیرونش خیلی زیبا است، اطرافش طول تعمیر رفته ایستاده است. من چه که شما میبینید در اینجا تعمیر رفته ایستاده است. انشالله در آینده باز خوبتر و زیباتر میگردد. باشد در اومده درون با پورگی نوار برداری میکنیم تا که شما هم ببینید با خبر شاید از درون اینجا که در اینجا کار کرده ایستاده است. صداونیک بگیم کار کرده ایستاده است. پرسیدیم که در آمدن چگونه ما با این زال درویم، در این ورزشگاه درویم و ما اشاره کرد با اون طرف رویم. راه از اون طرف هست، میتونیم که درویم. پرسیدم که در آمدن ممکن است؟ بله میگه. برای چی ممکن نیست؟ حواظ میره میبینیم دوستان عزیز. از این طرف رفتم معلوم است که در از این طرف است. رفته تماشا میکنیم و پیشکش دیگران میکنیم دوستان عزیز که در دنغره یکی از زالها بگیم یکی از جایهای ورزشگری کلانترین در شهر دنغره همینجا است. این هست درونی همین کلیدوری این ورزشگاه. باز میریم زالا رو دقت تماشا میکنیم میبینیم دوستان عزیز که در دنغره تمام نمود ورزش
дар ин ҷо ҳаст. Азиз, тренажёри зали шаҳри Данғара. кадоме ки ба шаҳри Данғара омад, марҳамат, агар истиқоматкунанда бошед ё ки меҳмон бошед, метавонед вақтҳои худро омада дар ин ҷо гузаронед. боз дарс нагузаштааст ҳастам. ки шумо дидаед, мо дар спортзали шаҳри Данғара, зали боксда ҳастем, ки бародаро дар ин ҷо машқ мекунанд ва устоде ҳаст, ки чандин бор мо дар шаҳр, дар чемпионатҳои шаҳр бародаро дидаем. бародаро зали Данғара, зали бокс, ин дуюм зале аст, ки мо навбардорӣ кардем барои шумо дӯстони азиз. Калидоршон ва ба дуюм ошина баромадана ба шумо нишон медиҳем дӯстони азиз. خوب ببینیم مثل یک بار. نکی دوردا ماش. شتیم خیلی میبینیم باز در تماشا میکنیم. نمود شتیم دوستانی عزیز در اینجا بغیر بوکس بغیر است، کاراته بغیر است. دیگر نمودی کچاتسا باز در اینجا دیگر نمودی مشق گوشتینگ والنی و گوشتینگ میلی در اینجا درس دیده میشود. این دوستانی عزیز جالبه با پراگی شما را نشون دادم که دوستانی عزیز در دانغارا یکی از ورزشگاهی که بهترین و زیباترین هم میگیم خطا نمیکنیم و خوبترینش در شهر دانغارا برای نوجوانان ما آماده ساختیم. این دوستان عزیز من با شما با پورگی یک نوبرداری میکنم. اطرافش رو ببینید. در اینجا طولا از سحر تا بگو رو با فکرم هم خیلی مشق میرادم زل میرم اینجا رسپیسین یکتی. این ورزشگاه تماما خالی نیست. وقت ساعتش پر است. آدم ها هم شوق و حواس زیاد دارن در اینجا اومدن مشق کنن. دوستان عزیز سلامت باشید. ما هم کوشش میکنیم که برای شما چنین جایهای ورزشی رو بسیارتر و خوبتر نوبرداری کرده نشان دهیم. که هر یک گوشه و کنار تاجیکستان اومده وقتای خود رو بیهوده نگذارید. گوشه و کنار تاجیکستان نباشید، اومدید وقتی خود رو بیهوده نگذارید. چنین سپورتزال ها در هر یک منطقه، در هر یک شهر، در هر یک ناحیه هست. مرحمت اومده مشق کنید. بعد استالوی رو در کار میدارن. وقتی که آدم بسیار میشه این استالویشون کار میکنه. یک بار دیگه از پای شما نشون میتونید ورزشگاه رو که خیلی کلان است. республиканским خیلی زلی کلون است. ما فهمیدیم که 4 اشونه است. یکم دوم اشونه جای مشقی یعنی اسپورت زال است و سوم چهارم جای کابینت هایی که برای استادان داده میشه. حاضر ما از ورزشگاه برآمدیم. چطور که شما دیدین نوارها رو و این قدر ورزشگاه بزرگ نه کلون است. 4 اشونه بوده است. در اینجا یکم اشونه دوم اشونه جای مشق کردن یعنی اسپورت زال هست و سوم چهارم چطور که گفتم جای کابینت هایی که برای استادان داده می شود. همین ورزشگاه شهر دانغارا با پورگی بیرون درونش نوبرداری کردیم برای دوستان و مهمانانی که از بیرون کشور و تاجیکستان میاد دونن که تاجیکستان کجا تماشا اومدن در کار، کجا مشق کردن در کار، وقتی свободни озодии худшон дар ҷо сарф кардан дар кор, беҳуда гаштан дар кор нест. хеле спортзал омада машқ кардан. Як мабодо меҳмон мешавем дар шаҳри Данғара, ягон ҳафтаина метавонем ки марҳамат ба зали качатса бием, кам-кам качатса кунем. Рофорам тарафи донишгоҳ рафтана. Албатта мо наморбардорӣ мекунем. дӯстони азиз ки ба пурагӣ шавад шаҳри Данғара, ба пурагӣ тамоми минтақаҳош, тамоми ҷойҳояшро نوبرداری میکنیم برای دوستان شهر دانغارا. در دانشگاه بهترین بنیاد شدگی است. کسی که ندیده باشه مرحمت تماشا کنیم و میتونیم به دیگران پیش کنیم تا که آنها هم با خبر شوند. اطراف این دانشگاه رو ما با پورگی نوبرداری میکنیم برای دوستان خود، برای نفرانی که پادپیشکوی ما هستند و برای نفرانی که نو در کانال ما این چنین نوارها تماشا دارن و پادپیساتسا میکنن. اگر پادپیساتسا کنن در آینده با نوارهای
همین خیلی نوارهایی که برای شما پسند است البته خیلی زیاد میشه. شب اینجا روشنی میشد. خیلی خوب میشید که چونین ستویکه ها چون جای ها در شهر دنغره خیلی زیاد گردد. اگر همین راه تا آخر میشد باز هم زیباتر خوشتر میشد. دانشگاه شهر دنغره با پورگی تماشا کنیم. نه اطرافش دنغره استیت یونیورسیتی دانشگاه دولتی دنغره را با پورگی اطرافش را تماشا کنید دوستان عزیز. سلام به همه برادران غریب و همه دوستان من. شما میدونید که من در کدام شهر هستم و در کجا هستم. کجا بودن من را شما اگر دانید در کامنتر نویسید دوستان عزیز. باز ما در اطراف این دانشگاه هستیم. ببینید که کورسانتا در اینجا شاگرد کردیشن. رست ما شاید اصلتر نابرابر میکنیم. این شهرک با پورگی نوار میکنیم تا که دوستان عزیز با پورگی شما با خبر شاید از شهر دنغره. من هستم پاریس از کانال یک تاجیک سامبوی تلویزیون. دوستان عزیز کوچه های شهر دنغره لیسه تمایل تکنیکی به نام افلاطون در اینجا باز یاد دارم. شهرک دنغره اینجا جماعت شهرک دنغره اوریون بانک شهرک دنغره. میریم به سوی آثارخانه باشد قهوه خانه انطالیا. راست دیگه ما زفتر کردگی نیستیم و میخوایم که اگر با مزه بکنیم. یکی در این قهوه خانه نه برای که در اینجا خیلی خوراک‌های زیاد تیار کرده میشود و ما قدر وقتی نداریم که همه این خوراک رو چشیم. سنتری سلطان بوده است. درگاه سنتری سلطان در شهر دنغره. از این طرفش ملیسه خانه شهر دنغره است که دوستان عزیز ملیسه خانه شهر دنغره و این طرف درگاه سنتری سلطان مرکز سودای سلطان باشد. اینش ملیسه خانه شهر دنغره است که ما با پیشش گذشته ایستادیم. ملیسه خانه است. باز از این طرف بسیار بیناها در این کوچه‌های شهر با چلگی که ما ندیدیم. باز یک بینایی که در اینجا باچیده است. در اون طرف آثارخانه است. خانه فرهنگی مرکزی شهرک دنغره. میریم انشالله نصیب اجازت باشد یک جا تماشا میکنیم، نباشد پس اطرافش رو با پورگی تماشا میکنیم. اگر شما خواهشی درون این آثارخانه دیدن داشته باشه خودتون با اینجا بیایید. آثارخانه قریب همین کوچه اساسی که طرف بیرق میبره شما در آخر همین کوچه همین آثارخانه است. وقتی که اومدین البته با اینجا یک نظر کنید، در آمده تماشا کنید. این تصویر خانه فرهنگ است و در نزد خانه فرهنگ از ما خانه فرهنگ در آمده. در نزد خانه فرهنگ آثارخانه است. آثارخانه از خانه فرهنگ نه اونقدر دور است. به خاطر یک جا آثارخانه بریم تماشا میکنیم. خانه شهرک دنغره. این بانک اسخطه. باز ما میریم میدونیم که بسیار آثارخانه اجازت نیست و هر اون چیزی که ما در درون میبینیم و شما نقل کرده میتونیم. تاریخی چورتای گفتی نه؟ چورتایی که بنیاد شده، یعنی که ساخته شده. مولانا تاج‌الدین آرامگاه سری قلعه حاجی شقی بلخی مولانا دیدیم. چورتایی که یعنی که
ساخته شدگی ممکن بو شایکی گل ساخته شدگی نیست اینجا با اینا چیزایی که اگه جای افتگی اینجا میگه اینا چی افتگی چی جمعه چی افتگی همش افتگی این اینجا ده پورا افتگی اینجا با پوراگی نیست نگه همش گوشه یادگاری های تاریخی گوشه یادگاری من هم چیزایی که دارم ما از سرخونه برآمدیم خیلی وقت زیاد رفت در اینجا گشتم تو با خود یک کیفیتی داره یک استراحت یک احساسات داره که در حقیقت تاریخ شهر دنقره حیات کار و فعالیت مردم دنقره داریم اگر یک روز که وقت را ارزنده است این موزه یک بار بیاین روین تماشا کنید چهارراهی که وحدت دوستی و بیرق تاجیکستان است این چهارراه نیست راستی گپ سه راه است یک راه شدم راه سه راه معنی یک راه دو راه طرف بیرق دویم راه این طرف نمیدونم کدام طرف است راستی گپ این طرف این راه دیگه دارم دورتره سلام به همه شما ما در نزد خانه جناب در شهر دنقره هستیم خانه جناب انامین است دوستان عزیز کدامی که ندیده باشد خانه جناب انامین در شهر دنقره رو پروش قصر فرهنگ است باز ما قصر فرهنگ به شما شناس میکنیم با پورگی نوربرداری میکنیم پیشکش میکنیم و اما این است خانه جناب خانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامالی رحمانی از دوری در نزدش یک باغ کلانی است انشاءالله نصیب وقت شود آمده در آمده میبینیم و خانه جناب عالی این است دوستان عزیز در شهر دنقره درش کشودگی من یک دو ماشین بود راستی گپ درش کشودگی است ما خواستیم اطراف همه خانه جناب را نوربرداری کنیم و پیشکش میکنیم فرهنگی شهر دنقره دوستان عزیز اگر امکانیت باشد مزید در آمده جزات باشد در آمده میبینیم امکانیت شود باغم نوربرداری میکنیم انشاءالله نصیب باشد یک بار دیگه خانه جناب از دوری به شما نشون میدم دوستان عزیز اینجا طور کودا دیدین نویسندگی است دنقره من قصر فرهنگ باز اطراف قصر فرهنگ ما نوربرداری میکنیم شما در نشون میدیم که از این قصر فرهنگ وقتی شما در اینجا استراحت میکنید خانه جناب عالی رو پرواش از اینجا میتوبه راستی گپ قصر فرهنگ است من بسیار جایها را کمتر گشتم این شهر دنقره من یکم بار اومدم نمیدونم که در حقیقت اجازت باشد نباشد نوربرداری کنند در چنین جایها لیکن من نوربرداری کردم و فکر من یکم کاری وای نکردم که با شما برداری که ندیدن با برادران نشون داده ایستادم که من اینجا مقصد قصر فرهنگی شهر دنقره است این خانه جناب است انا قصر فرهنگش و این اطراف این قصر فرهنگ طرف پشتش این طرف سینریس ببین قصر فرهنگ این اطرافش پشت قصر اگر وقتی که شما نزد خانه جناب اومدین روپاروش قصر فرهنگ است اگر شما پشت قصر فرهنگ برین در اینجا یک باغ کلانی هست هم تماشا میکنید بعدا این باغی که ارچو هست بالای کوی که ارچو هست از اینجا میتونید که برآمده طرف تماشا کنید فکر میکنم که حاضر شما در نوار دیده ایستادید این اون قدر معنی نمیشد که شما نبیایید شما حتما بیایید شهر دنقره من پشت قصر فرهنگ برید من همین بالا بروید بالای همین کو جایی که دنقره نیستگی است من شما با برآمده نشون میدم همینجا بیایید تمام دنقره را با پورگی از این بالا تماشا کنید از آن جمله خانه جناب این همین لیسنیسا در پشت قصر فرهنگ است همین لیسنیسا خودش تمام راه را به شما نشون میده اون که برآمده رفتن گیرید برادران عزیز من از بالا
болои қасри Фарҳанг хонаи ҷаноба бинед. Ина парка бинед. Назди қасри Фарҳанг да аз тарафам парк аст. Наинҷа наисандагӣ аст. Данғара. Боз ман дар як гӯшаву канори Тоҷикистон ҳастам ки дар ин боло наисандагӣ аст. Медонед чи? Данғара. Ва Данғара ҳам дӯстони азиз, ҳамин боло биромада навбардорӣ кардам ки дӯстони ман вақте ки шумо Данғара меяед, албатта ҳамин ҷое ки ман шуморо нишон метавам баромада аз боло ба пурагӣ ҳамин атрофе ки ҳозир шумо дида истодаед, ҳаминҷаро ба пурагӣ тамошо кунед. аз ин ҷо хеле хонаи ҷаноб насб метобад ва қасри Фарҳангам. Мана дӯстони азиз дед мана инаш алакай хонаи ҷаноб аст. як бори дигар салом дӯстони азиз аз шаҳри Данғара, ватани ҷаноб. ҳамаи шуморо саломи гарми ҷӯшон мефиристонам. салом аз шаҳри Данғара, аз назди хонаи ҷаноб. зинда бошед дӯстони азиз. агар шумо надида будем хонаи ҷанобро, ман ба шумо нишон додам ки ман ҳамин хонаи ҷаноб аст. ман дар Данғара ҳастам. Данғара. дӯстони азиз, ман ҳозир дар Данғара ҳастам. Данғара. рӯпарӯи хонаи ҷаноб аст. вақте ки шумо боло биромадед, ба пурагӣ атрофам метавонед тамошо намоед. бародаро, аз болотар биромадам. ина хонаи ҷаноб, кришаш, қасри Фарҳанг. ина боғи арчае ки дар ин ҷо охирон лесниса монда ки мо ба боло бироем. метавонем ба атроф чарх зада ҳамаи ҷоро тамошо кунем. инҷа яке аз ҷои баландтарин бигем хато намекунем, баландтарин ҷои Данғара, шаҳри Данғара аст. инҷа қасри варзишиам метавад. шуморо нишон додастам ҷойҳое ки Данғара наисондагӣ, Тоҷикистон наисондагӣ, Душанбе наисондагӣ, ҳамаи ин ҷоҳо барои он аст ки шумо аз ин ҷо баромада атрофҳоро тамошо кунед. ҳамин шаҳри Данғара ба пурагӣ тамошо кунед. агар аз поён натонед, метавонед аз ин боло баромада ба ҳазур тамошо кунед. хеле бо раҳ ҳаст то ба гирди ин боғ атрофи ҳамин шаҳра ба пурагӣ метавонед тамошо кунед аз баландӣ. фаҳмидед дӯстони азиз, худо нигаҳбон тамошо акӣ ман ҳамин ҳунардорум рафтум ака. ҳунардорум ба шумо қаноатбардорӣ кам нишон додистам. тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ин як истироҳати ба ҳазур аст. агар бо чунин ҷойҳоро шумо агар сайру гашт кунед, кайфияташ хеле ҳам зиёд аст. ҳаловат мебаред дӯстони азиз аз чунин ҷойҳо, аз боду ҳаво, аз гӯшаву канор, аз боғу роғ. истироҳати беҳтарин. қариб чандин соло шудааст ки ман ба чунин ҷойҳо роҳ нагаштам. аммо ҳозир дар шаҳри Данғара аз ин тарафи боғи Фарҳангӣ ба ӯ тараф чойхона рафта истодам. чойхонаи калоне ки шумо дар телевизор дидем ки чойхонаи калон дар шаҳри Данғара кушода шудааст. ман дар Данғара ҳастам. аз болои кӯҳ гаштанам. ҳозир аз ӯ тарафи ҳамин боғ гуфтан чойхона. рости гап бар роҳ мехостам равам, гуфтан ки ҳамин хел миёнабир кун, аз ӯ пара чойхона. ба ҳамин хотир миёнабир кардистам. миёнабирш анам хеле ба дарини хаси хушк меrai тамошо кардан боғора. тарафи пеш
اطراف دانغرا دیدم. اینا روبا رو دیدی؟ ریختیسه روبا رو دیدی؟ سنزیز این از طرف پشتر باردارا در بالای کوه منم خیلی خود میگن علاجین میگن هم خیلی است. اینجا بود چی گپی بوده است. همینجا را دیدم شاید اینجا داچه باشد یا یکم چیز دیگه از میره میفهمیم بعد شما با خبر بکنیم. گذرشته کمتر دام گیسم در اینجا برادران عزیز دانغرا اومده. همون قشارپا رسیدم که اکنون من ایده خونده راحت نکنی کم منم خیلی دوستان عزیز هر کجا که زحمت کشی فایده شبا میبینیم. من طور زحمت کشیم برومه اینه با راحت یونبوش همون مواجه تماشا میکنیم. باز شما دانشون بتیم اینه برادرو اینجا میشینی با اطراف مینگری همه جا رو میبینی. دوستان عزیز این هم خیلی یونبوش دامت خود میشه و میفروی میره بودالش های پشتی کارت. بهترین تشکر زیاد خیلی میندارم از مردم دانغرا که چون این جای های برای مردم مهمونه که میره باشه دانغرا چون این جای ها تشکیل کردم میشینن بعد از برآمدن که کمتر مونده شدن با کمتر استراحت هم میکنن. چایخونه رحمانیان میکفتم اما در همین بلندی که برآمدم در همین بلندی چایخونه بود است. چایخونه کلونه که در اینجا به حضور میشینی چای میخوری. من چای بالا را که برآمده جای استراحت همینجا میشه. من از زفتر کنم گشتم راستی گپ ولی زفتر کردگی نه. انا دوستان عزیز درون این چایخونه رحمانی که در شهر دانغرا است. دوستان عزیز ما بریم میکنیم و در اطرافش بمیستیم. نه ما یوتیوب بسیاره کلانترش کدامه؟ میدونم کلانتر همش کلان نه که همیشه ما باش کنه رحمانیان همیه چایخونه کلانترینی در شهر دانغرا چایخونه رحمانیان ها نه همین یک تا نو ساختن که تلویزیون در نشانش دادن رقص بازی و کنسه ها زیاخی نه پیشتر بود. از شما دانغرا آمدین البته از همه شما احتمالا خواهش میکنیم که با همین چایخونه رحمانی که نزدیک خانه جناب والد است نزد قصر فرهنگ است طرف بالا که من نشان دادم برآمدم همون صبح برویم برین یک پله چای بخورین اینجا بود هواش به درجه هست که راحت میکنیم. اطراف شدیم ها نام رش انم تقته جو بهترین اوقاتش این لوبی شوربا. سلام دوستان عزیز من در این چایخونه رحمت اپا جان خدا نگهبانتون باشه. رحمت دوستان عزیز در این چایخونه وقتی که من بر اومدم به این چایخونه خیلی خرسند بودم. این چایخونه رحمانی در شهر دانغرا بر اومدم خیلی خرسند بودم. اینه که وقتی که پایان فر اومدم خیلی غمگین شدم. راستی گپ خیلی غمگین شدم. بعضی فرزندا را صدقه مادر کنه یک مادری که در اینجا کار میکنه نخواست که ما نام او را گویم نخواست که ما نمره تلفنی بیامونم. دو فرزند داره که یکتاش الکی زن داره دویومش بیزن است 7 سال شده است
در شهر روسیه زندگی میکنن. یک بار مادر خبر نمیگیرن و با مادر زنگ نمیزنن. این مادر از شهر دنغره از نزدیکی خونه جنوب است. در همین منطقه کار میکند. دو فرزند، دو پسر بچه دارد که روسیه ده کار میکنن، زندگی میکنن. همین مادر یک بار نمیپرسن. پدرشون همونجا در همون روسیه قدش آمده است. نمره همین مادر هم میدانسته است و یا یک بار زنگ نزدم. من گفتم که مادر که میخواهید که واسطه ما برای با همین فرزندای بی‌ناموست سلام فرستونی، یا که بگوی که تو با زنگ زنن ترسید که شاید که آنها مرا دشنام تیان، شاید که آنها آقی این دنیا کنن. والله میگه شاید که دیگه نیایم، بگن والله دیگه تاجیکستان نمیایم. مادر هم خیلی ترسانی شده است که میترسد فرزنده را حتی سراغ کنه که فرزنده من آقی دنیا میکنن. گفته اگر همین نوارش بردارو شما تماشا کردیسته باشین، پنگ کنین که همون بی‌ناموسا ببینن مادرش در همینجا پول میشوند. من با او خاطر این برادرها بی‌ناموس گفتم که یک بار نخوش نتونین یک بار مادر زنگ زنه. یک بار مایلش نه پولتون در کار نیست، چیزتون در کار نیست. یک بار زنگ تا حال میگه 7 سال شده زنگ نزدیم. فقط با پدرشون هم صحبت میشن، با زنی پدرشون باز هم صحبت میشن. میگن که یک تاش زنگ گرفته است الکی، دیومش نه. و یا دویم پدرشون میگه که با مادرشون زنگ زنین. بونا میگفتن که مادرم این خیلی تلفن نداره، او خیلی تلفن نداره. مادرش فقط انتظار است یک تلفن نوکیا دارد در دستش، انتظار است که این دو فرزند بهرحم زنگ زنن. پرسیدم که مادر وقتی که فرزندتون زنگ زد چی میگه؟ گفت تنها میخوام که پرسم چه خیلی هستین بچه جان، سلامتیتون خوب است؟ همین قدر است. دعا میکنیم که خداوند مهر مادری رو در دل این دو فرزند بهرم اندازد و این دو فرزند با مادرش زنگ زند، از احوال مادرش پرسد. برای مادرش یگم چیز دیگه در کار نیست، تنها یک زنگ شما را انتظار است و فهمیدن از صحت سلامتی شما. خداوند نگهبانتون باشه. برادران در کجایی که نباشید، خطیب یک بار در یک روز هم زنگ نزنید، در یک هفته، در یک ماه، در یک سال یک بار زنگ زنید. خدا نگهبانتون باشه. خدا نگهبانتون باشه برادران عزیز در غریبی. من میدونم که نیست آدمی که در روسیه کار کند و تلفن نیاورد مادرش یک بار زنگ نزند. من باوری دارم که نیست این خیلی آدمی که از روسیه به تاجیکستان زنگ زده نتواند و نتواند که نمره مادر خود رو پیدا نماید. حتی پدرش این نمره این مادر میدونسته است، با این مادر چند بار زنگ زده است. اما این فرزندو نمیدونم در کدام حالت هستن، برای چی زنگ نمیزنن. آدمو از درون تورما زنگ میزنن، از کیم کجاهای اولوی دنیا زنگ میزنن. نخواد تو در آزادی باشی با مادرت زنگ نزنی. خدا نگهبان تو باشه برادران عزیز. تو بازدید برادران. سلام علیکم. و علیکم السلام. میکنم میدونم قصد فرهنگ اگه من میدونم همینجا کشندگی هم افتانم من مهمونم یکم برام دوستان عزیز خونه عهد میکا گفتن قصد فرهنگ باز فهمیدم. این جایی که دنغره نیستنگه از همونجا فرو اومدیم در چای خونه رحمانی که در بالا بود ما فرو اومدیم. این از قصر فرهنگ خوش اومدید نیستگی. از قصر فرهنگ هم هنه بیرون شدیم. دوستان عزیز رو پرمون یک قصر دیگه است، یا باغ دیگه است، همونجا نصیبش هم میریم. بعدا میگذاریم تنگین دستور میشه میریم بزرگ.
باغی که در نزد خانه جناب است. اینا می‌داریم دوستان عزیز. میرم می‌بینیم اطرافش را. اینجا جای فانتان هست از این طرف از می‌بینیم. دوستان عزیز اینجا فانتان بوده است چه آدم است به همون خاطر ما نمیریم از این دوری نوبرداریش میکنیم. بعدا میگذاریم این طرف راه داشته است. طرف هم یک نوبرداری کنیم. اینجا دروازه برآمد شده فکرم اینسی میگردیم طرف یک چرخ میزنیم. اینجا چویخانه باشد یک آشخانه باشد. من در این پارک از این طرف نشان ندیم شما. نمیخه میگذاریم میریم تماشا کردم مایده مایده. از این طرف داشته اینجا راه بوده است و در این پارک راه بوده است که با اونجا رویم. انا از اون پلا بروی شهر نیست که با قفا بگردی و اون طرف برای میتونیم با پارک اومدی از این طرف با اون طرف بروی برای. بعد از پارک برآمدن اینجای زیبا را دیدیم. بعدا باز برمیگردیم هم طرف میریم. این خانه جناب است. این مجمع مذکور با اقدام امام علی رحمان بنیاد شد. بهترین دوستان عزیز چهارراه نزد خانه جناب عالی من تماشا اومدین. همینجا را البته با پرگی یک بار برگردین تماشا کنیم. Лице презенти? Лице нам сюда гел. Salom barодарин азиз. Ина пушёни дангара. ببینید همون حوضه که ماهی داره. همون حوضه که جناب شدگه. دوستان عزیز ما تماشا آمدیم تا که شما را از اینجا با خبر کنیم. نمیدونم تیگره چه دندان گنده هستی. دوستان عزیز اینا همون حوضه که حوضه پوشینگاه همون حوضه دوستان عزیز نماش مدن نشون میتیم. دنگره آمده همیشه یک تو بخوریم.
ای هم بزرگ بایجر آمدن هنسون بوده هنسون بوده تاکسیشون بوینه خیلی لطکم دارم سکوتر میگم چی میگم درنی اول های نکن کتاورانشون هم خست نفس نظر لشکرشون هم میگه آخری دهی پوشین یا دهی پوشین بوده اینجا اینجا شیشتن خوردم بوده عزیز ما آفریدیم که در دنغره یک جانه دو جوب در جوهی موی قپی موی خری دو جوب در اینه دستتون بشین اینجا میره حاضر تموم شو 100% اجازت دادم برای سیونکا برای تماشا کردن 100% اجازت دادم میتونیم به تشیش همجا گشته سیونکا کرده تماشا کرده گرده این خیلی هم هستند اینجا این دوستان آمدین قشلاق پوشین بیاین تماشا کنین اومدین اینجا عزیزات نه بیاین تماشا کنین حوض کلونای جای استراحتی هم هست در اگر تویستون بیاین جای خرد خروک هم هست میپزن ستالوی ویو هستن میشینی به حضور میخریش کم چرا سیر میکنی بعد میره این حوضه ما میتونم که تمام اطراف نار برداری کنم شما را نشان تیم اینجا جایی ندیده جای چای خیلی جای نشست جای استراحتی برای ما شما کردگیم در شهر دنغره حوضه با پراگی بینید حوض فراموش نکنید در دنغره پوشین دیدین پوشین خیلی دیده باشین دیدین تمام میریم با دیگه جا و حوض دیگریش میریم تمام جای دنغره برای ما یک نویگری یک نوبنیاد است که دنغره چقدر که همین مردمی که در شهر دنغره زندگی میکنن میگن دنغره از نول سر کردن همه جاش نو آباد شده باز هم آباد شده است اینجوری بود کردگیم نرهای مردمی اینا همش در درونی همین حوضا شما میخواید که دنغره بیاین پس پوشیون هم بیایید اگر دنغره اومدین پوشین ابیزت اینا پوشین بیاین این همین حوض هم میبینین اگر تویستون باشه استراحت گاه هایده جای استراحتی های و حضور استراحت نکنین من دوستان عزیز با راهی بر اومده اینجا میگم به حد ماهیش بسیاره دارو باور نمیکنید ما با شما نشون میدم از ماهی را اینه دوستان عزیز دیدین چقدر ماهی بسیاره دیدین تماشا کنید دیدین این حوضه خیلی و خیلی ماهی بسیاره کلنش هم هست مایده هم هست من تماشا کنید بگاهی بیاید اگر بگاهی به حد باز بسیارتر می شود نمایه را بینید حوض دنغره است حوض مویو من دوستان عزیز بینید چقدر کلان است می‌بینید مویو را
با پورگی گشتن یک ناحیه یک شهر که در تاجیکستان است، شهرهای تاجیکستان، یک روزی در روز بعضی شهرها را اسپید نمیکنی گشتن. من سحر دنقره آمدم، خطا نکنم ساعت 8 در شهر دنقره نیم نوار برداری کردم، ساعت 12 شده است، مالیم بود نکردم. به همین خاطر دوستان عزیز هر کجایی که اومدنی باشید یک شبه با پورگی یعنی 24 ساعت وقتی خود رو در همین تماشا کردن، در همین گشتن صرف کنی. اگر شاید که یک شهر یا یک رایون با پورگی ببینی. دوستان عزیز در دنقره پوشین، یک قشلاق پوشین است. در اینجا حوض است، حوض مویی. اگر خواهید که با چشم خودتون بینید پس این نوار را با دقت تا آخر تماشا کنید. من در اومده همین درون همین باغ بگیم حوض بگیم، هم باغ است هم حوض است اینجا. به همین خاطر اگر با پورگی شما خواهید تماشا کنید پس نوار را تا آخر تماشا کنید، هم باغش میبینید هم حوضش. دوستان عزیز ما تمام کردیم اطراف این باغ این حوض رو نوار برداری کردیم. ببینید تماشا کنیم بردارین عزیز. اکنون ما حوض دیگریش میریم. اینجا قشلاق پوشیان میدونید من اینجا چه خیلی اومدم نه؟ پس این راهی درازه تماشا کنید دوستان من. مرکز پوشین همین جای بزرگچای جای تاکسیاش هم همین جای اومدین همینجا همینجا بعد میگذارین حوض میریم خیلی بلو میریم همینه. بزرگش نمیای بزرگچه داره. مرکزش هم همینجا کدامی اومد این بزرگچه میای تماشا میکنه. مرکز سودای پوشینگ اینجا سنتر شد. کدامی که مهمونی اومد حوض همین طرف ده حوضه بریم تماشا کنیم بعد بیایم بشینیم با دنقره میریم. بعد از دنقره دوشنبه. از حساب کم بودن وقت ما با حوض دیگری نرسیدیم. انشالله نصیب با یکم وقت دیگر طرف دنقره که اومدیم. البته ما خدا خواهد میریم همون حوض دویم حوض مویی را با پورگی نوار برداری میکنیم، شما را نشان میدیم. خدا اگر راضی باشه تا باشه دوستان عزیز. مسافر کشانی دنقره. دوستان عزیز ترمینال مسافر کشانی ترمینال مسافر کشانی دنقره شهرک دنقره. ترمینال مسافر کشانی شهر دنقره ترمینال دنقره. افتاد سنتر میگم افتاد سنتر دنقره نمیجا. یک بار دیگه میریم جو انار پسته چورماس ماست چاس همه شای انار برداری میکنیم. که ما بودو انور پیستا چورماس ماس چاس یکی اگر خوریتون طرفی نورک بیاین شد پیش از نورک در اومدن نورک همه شسته است.